روی این ملاک، یعنی روی این پایه یا روی این اصل، آنچه از کتب آسمانی دلالت لفظی، دلالت خودش یعنی راهنمایی، دلیل یعنی راهنما. همجرد وقتی شما دلیل میارید برای یه چیزی، اون مطلبی است که فقط راهنمایی میکنه، اما برهان یعنی میبره دیگه، جای سوال رو میبره، اونقدر قطعی است که نمیشه دربارش حرف زد و همینجا اسم این کتاب هست برهان الحق. نفرمودن دلایل الحق یا دلیل الحق، میفرمان اون چی که از کتب آسمانی دلالت لفظی، یعنی لفظش انسان رو راهنمایی میکنه، آشنا میکنه با چی؟ دلالت لفظی بر ظاهر امر، یعنی کلماتی که تو قرآن معنیشو میفهمیم ظاهر امر رو به ما نشون میدن. ظاهر امر یعنی چی؟ اینه که آشکاره. باطن امر یعنی چی؟ باطن یعنی پنهان. آنچه که میخواد ببینید خیلی استادانه گفتم، آن را شریعت خواندن یعنی شریعت ظاهر امر رو به ما نشان میده، دل راهنمایی میکنه با آنچه که از کلمات فهمیده میشه. باطن امر یعنی آنچه که پنهان از پشت کلمات، اون خیلی مهمه، چیز دیگری است. و آنچه را دلالت معنوی بر باطن امر و کشف حقایق دارد، آن را عرفان دارد. این حقایق البته جمع حقیقت، و باید دید اینجا حقیقت چه معنی میده در فلسفه و حکمت اسلامی و کلام. حقیقت در واقع یعنی رابطه اشیاء با خدا، یعنی در واقع خدا، شناخت خدا. میگن ما میخوایم به حقایق پی ببریم، یعنی ببینیم که هر شیئی، هر چیزی، هر موجودی چه ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با خدا داره و پیداست که این در کجا مطرح میشه. پس کجاست؟ در عرفان دیگه، در شریعت نیست. به این جهت میفهمد دلالت معنوی بر باطن امر و کشف حقایق. کشف حقایق خیلی مهمه. اغلب هم میگن و آدم خیال میکنه مثلا فلان فیلسوف میگه فلسفه یعنی کشف حقایق به قدر طاقت بشر، یعنی اینا کشف کردن. ولی خب حقایق یعنی در واقع میتونیم اینجا بگیم که اصلا حقیقت یعنی خدا، در واقع خدا شناسی. یه کشف حقایق یعنی چیزی که به آدم به خدا شناسی میرسونه. میفرماید به عبارت اخرى، یعنی به عبارت دیگر، به تعبیر دیگر، عرفان ثمره درخت شریعت. یعنی اگه شریعت رو درخت بدانیم که ریشه ای داره و شاخ و برگ، شعب مختلف، این یه میوه باید داشته باشه، ثمره‌اش عرفانه. نتیجه قایی فلسفه و حکمت است. حالا ما نتیجه قایی یا علت قایی رو که میدونیم، یعنی اون چیزی که اون فایده که دست آخر در انتهای راه به ما داده میشه، کسب میشه، این نتیجه قایی است. فلسفه و حکمت میگه اصلا برای همینه، حالا بحث بی خودی میکنن اون فایده نداره. بنابراین اهل حق یکی از سلاسل عرفای شریعت محمدی میباشد. سلاسل هم جمع سلسله است که قبلا از شد تو مقدمه که هر یک از حلقه های زنجیر رو میگن سلسله مجموعه اینا، مجموعه حلقه هاست. در میفرمان که این همطور که این حلقه ها دنبال همه، این مراحل معنویت هم دنبال همه، همطور طبقه به طبقه میرن بالا، از پایین شروع میشن میرسن به بالا. اینجا که فرمود عرفان ثمره درخت شریعت است، ما باید توجه داشته باشیم و نتیجه قایی یعنی هدف اصلی و نهایی یک حقیقتی پشت این مطلب هست. این دوتا چنان رابطه متقابل با هم دارن که عرفان بی دین اصلا قبول نیست، دین بی عرفان هم تصورش ممکن نیست. رابطه ماورا و طبیعه چطور میشه که بدون عرفان باشه؟ بنابراین این خودش یکی از ملاک های شناخت مکاتبه.
که همه میگن عرفان، همه میگن معنویت، ولی آیا به دین معینی وابسته هستن؟ اینجا میفرماد که نه، معنویت و عرفان اونا حتما باید میوه درخت شریعت باشه، یعنی یه ریشه دینی، یک بدنه دینی، آنچه که دیده میشه، چون ریشه دیده نمیشه، اصولی هستن که باید تحقیق کرد، درک کرد، و بدنش دیده میشه، تنه درخت دیده میشه، شاخه و بندش دیده میشه، بعد میوهش هم اون وسط آخر سر اونایی که میتوانن دستشون میرسه اون میوه رو به دست میارن و نوش جان میکنن. اینی که این دوتا رو خواستم از اینجا یک خدمت رو عرض کنم که یک نتیجه اینطوری باید بگیریم. ببینید چقدر حکیمانه کوتاه اصلا این قضیه رو ببینید. یه صفحه، این هم یه صفحه کامل نیست و اینجا هم 4 تا خطه. این همه مطلب رو، به خصوص این مطلب و آخر رو جوری موجوده که هر کی بخونه ایرانی نمیتونه بگه میوه دیگه، گفتن میوه اشکال نداره دیگه، نمیدونه. دارم میگم آقا تو اگه دین داری، دینت باید عرفانی رو ارائه کنه. اگه عرفانی ارائه نمی کنه یا عرفان قبول نداری، یعنی دین هم نداری اصلا. حالا این خیلی به اشاره گفته شده.